بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام بر شما. امروز چهارشنبه 5 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری برابر است با 29 سنبله سال 1402 هجری شمسی و مصادف است با 20 سپتامبر سال 2023 میلادی. توجه نمایید به مجموعه خبری این ساعت. در آغاز سرخط خبرها. افتتاح ساختمان یک مرکز صحی در قریه جلوارچه ولسوالی انجیل توسط معین وزارت صحت عامه. افتتاح پروژه سرک فرقه الی پل کاریزک به ارزش 32 میلیون افغانی از سوی اداره شاروالی هرات. و برگزاری جلسه کمیسیون ولایتی پولیو در مقر ولایت. مشروع اخبار. حدود 1000 تن از نیروهای وزارت دفاع پس از فراگیری تعلیمات نظامی و عقیدتی سماحه در قلعه‌اردوی 27 الفاروق امروز سند فراغت به دست آوردند. این محفل با حضور شیخ الحدیث مولانا نوراحمد اسلامجار والی هرات، مفتی لطف الله حکیمی، سرمفتش وزارت دفاع ملی، معاون مقام ولایت فرا، قماندانان قطعه 555 پلیس و مرکز تربیوی پلیس اسلامی و مسئولین قلعه‌اردوی الفاروق برگزار گردید. شیخ الحدیث مولانا نوراحمد اسلامجار والی هرات گفت که اردو در نظام اسلامی از جایگاه ویژه برخوردار است و وظیفه دارند که از عزت و آبروی ملت خود و سرحدات کشورشان دفاع نمایند. و همچنان افزود که نیاز است نظامیان در کنار فراگیری تعلیمات عصری نظامی تعلیمات عقیدتی را نیز فراگیرند. از سوی هم الحاج مولوی موطیع قماندان قلعه‌اردوی الفاروق گفت که این نظامیان بعد از فراغت در زون غرب اجرای وظیفه خواهند نمود و همچنان اطمینان داد که در قسمت تربیت نیروهای اردو با روحیه اسلامی از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. معین وزارت صحت عامه در سفرش به هرات به منظور بررسی وضعیت مراکز صحی ساختمان یک مرکز صحی در منطقه جلوارچه ولسوالی انجیل این ولایت را افتتاح نمود و گفته مسئولان صحی ساختمان این مرکز با همکاری مالی مؤسسه IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت ساخته شده و با امکانات معیاری تجهیز گردیده است. محمد جمعه رضایی با جزئیات بیشتر. افتتاح یک مرکز صحی در منطقه جلوارچه ولسوالی انجیل هرات با حضور معین وزارت صحت عامه کشور. ساختمان این مرکز صحی که با همکاری مؤسسه IOM ساخته شده قرار است در حدود 25 قریه از خدمات صحی آن مستفید شوند. تقریبا اته پروژه ساختمانی حقوق کار روان ده او نور هم اسلامي امارت متوجه ده په خپل عادي بودجه سره او داسې د ډونرانو پیسو سره هغه سره ملت ته سهولتونه برابر کړي، کلینیکونه او شبخانې جوړې کړي او داسې په حوزوي روغتون باندې او داسې نور شبخې تلسیمیا دپاره هلته سنټر د برغه باندې کار روان ده او داسې نور شبخانه اوس هغه الحمدلله مکمله ده، نن هغه افتتاح ته برابر دغه افتتاح کړي. از سوی هم مسئولان صحت عامه هرات میگویند که این مرکز با تمام امکانات و پرسنل مجهز گردیده و در حدود 15000 تن تحت پوشش ارائه خدمات صحی این مرکز قرار میگیرند. یک تیم موبایل و همچنان یک تیم ما که در آشیانه صحی خدمات انجام میداد، در یک آدرسگی تداخل تیمی وجود داشت، جابجا شده. ان شاء الله در آینده نزدیک و تشکیل مرکز صحی وارد پروژه هر یا پروژه صحت یا حالت امرجنسی وزارت صحت عامه قرار خواهد گرفت. در همین حال شماری از باشندگان منطقه جلوارچه با ابراز خرسندی از راه اندازی این مرکز صحی میگویند که پس از این اکثر مشکلات صحیشان حل خواهند شد. بسیار مشکلاتی بوده که هر روز ما به او دست پنجه نرم میکردیم. اکثر مریضا ما به لحاظ مشکلات ترانسپورتی به لحاظ مشکلات اقتصادی ما مریضا خود از دست دادیم. از اینجا تا به شفاخانه حوزوی هرات تقریبا به موتر یعنی 50 دقیقه 100 راه طولانیه. انا وسایل نداشتیم، رام هم دور بود، کودکا و دگه بردار مریضا ما از بین میرفت، ما هم اقدام بکردیم. به خاطر از اینکه مردم فقیرم، مقصد این دیگونکارم، مقصد اینا وسیله شخصی ندارم که بتونم خود ایباری ببرم. اگر زنه، اگر مرده، اگر پیره، اگر جوانه، مقصد از اینکه میگه بسیار با ما یک لطف میره بنی از طرف خدا و از طرف همی
وزارت صحت عامه و ریاست سما و تشکر ما میکنیم از همین مؤسسه و دفتری که با ما همین خدمت را کرده. معین وزارت صحت عامه در جریان بررسی از وضعیت مراکز صحی در این ولایت از شماره از مراکز صحی نیز دیدن خواهد نمود. شاروالی هرات کار ساخت یکی دیگر از جاده‌های مهم این ولایت را با هزینه 32 میلیون افغانی آغاز کرده است. طول این جاده که یکی از 4 پروژه بزرگ اداره شاروالی هرات در سال جاری می باشد، بیش از 2 کیلومتر گفته شده که قرار است در ظرف کمتر از 6 ماه آینده به بهره برداری برسد. شعیب جلالی گزارش می‌دهد. افتتاح یکی دیگر از پروژه‌های بزرگ اداره شاروالی هرات. شاروال هرات هزینه ساخت این جاده را که قسمت از شاهراه هرات بادغیس نیز می باشد 32 میلیون افغانی میگوید و از شهروندان این ولایت می خواهد تا در قسمت حفظ و مراقبت از پروژه های عام المنفعه همچنان همکار باشند. پروژه چې تطبیقیږي په ښار کې عملاً کار شروع په دې کې زموږ سره په حفظ او مراقبت کې همکاري وکړي او بل تقاضا هم دا ځینې چې زموږ سره د صفایی او د جواز برخه کې نور زموږ سره لا هم زیات همکاری وکړي. این پروژه شامل 2 سرک میشه، یک سرک به سمت شمال، یک به سمت جنوب که امروز ما شاهد افتتاح شمال لین سمت شمال هستیم که به عرض 8 متر مطابق پلان ما ان شاء الله پیش میبریم و یک پلان دیگه هم در این مسیر وجود داره که یک خط بیورتی یا سرویس های شهریه که او در مرکز سرک قرار داره که امیدواریم در سالهای بعدی اداره شاروالی بتونه ان شاء الله او را تطبیق کنند. این مسئولان همچنان از تلاش غرض انجام با کیفیت پروژه های انکشافی سخن میزنند و تاکید دارند که کار باید مطابق با قرارداد به پیش برود. و اندازه از اینکه تعداد پروژه برای ما مهم است، کیفیت پروژه نیز برای ما خیلی مهم است که چون باید کار با کیفیت صورت بگیره و این پولی را که ما از مردم اخذ میکنیم در مقابل خدمات باید کار با کیفیت انجام بدیم. ما برای مردم شهر هرات برای این وعده میسپاریم که پروژه به وقت زمان زود تحت نظر ناظرین شاروالی به کیفیت و مطابق همون نرمای استاندارد جهانی که برای از او در نظر گرفته شده به وقت زمان از او ان شاء الله ما رو تکمیل کنیم. از سوی هم شهروندان هرات از تطبیق صدها پروژه بزرگ و کوچک طی 2 سال گذشته استقبال می کنند و تاکید دارند که همچنان همکار مسئولان امارت اسلامی هستند. واقعا پروژه های خوبی بوده، چند پروژه که ما شما یاد کنم جاده مجیب الرحمن اینا به حساب مایار صاحب شاروال صاحب اینا افتتاح کردن، جاده امید اینا کردن، جاده میلاد همچنین و چند پروژه دیگر هم همچنین همین ساحه اینا تطبیق کردن و واقعا ما خیلی راضیم. کارهایی که فعلا جریان داره از طرف ریاست شاروالی ولایت هرات واقعا کارهای هنگفته کردم از لحاظ سرک سازی، چراغ‌هایی که در سرک‌های عمومی در جاده‌های فرعی که نصب شده واقعا جای افتخاره. باید یادآور شد که همکنون کار تطبیق 10 ها پروژه انکشافی در سطح شهر هرات از سوی اداره شاروالی این ولایت در جریان است. جلسه کمیته ولایتی واکسن پولیو تحت ریاست مولوی محمد طیب نجات رئیس دفتر مقام ولایت با حضور داشت رؤسای معارف، حج و اوقاف، شاروالی، صحت عامه و مسئولان دفاتر یونیسف و WHO در مقام ولایت برگزار شد. اشتراک کنندگان دستاوردهایشان را در قسمت مبارزه با مرض پولیو در جلسه شریک ساختند. این اشتراک کنندگان بر آگاهی دهی در مورد واکسن پولیو از طریق خطبه‌های نماز جمعه، رسانه‌ها، مکاتب و وکلای گذر تاکید نمودند. در همین حال مولوی محمد طیب نجات رئیس دفتر مقام ولایت اطمینان داد که اداره محلی هرات در قسمت تطبیق واکسن پولیو با کارمندان صحی به گونه کامل همکاری می‌کند. از سوی هم مسئولان دفتر سازمان صحی جهان بر مبارزه جدی با مرض پولیو تاکید نمودند و اطمینان دادند که این سازمان برای ریشه‌کن ساختن مرض پولیو با بخش صحی افغانستان همکاری همه‌جانبه خواهند نمود. قابل ذکر است که در 3 سال اخیر هیچ واقعه مثبت واکسن پولیو در زون غرب به ثبت نرسیده و قرار است در این دور بیشتر از 747,000 طفل زیر 5 سال واکسن پولیو دریافت نمایند. باشندگان شهرک اسلام قلعه از تأمین امنیت مناطقشان از سوی نیروهای امارت اسلامی استقبال می نمایند. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم.
اسلام قلعه نقطه صفری و مرزی بین افغانستان و ایران است. این مکان استراتژیکی افغانستان را با ایران وصل می سازد و رفت آمدهای تجاری زیادی در آن صورت می گیرد. به همین خاطر این مکان مهم پنداشته می شود. با این حال باشندگان اسلام قلعه در گذشته همواره شکایت از ناامنی در این شهر داشتند. دوزی خیلی بود وقت. اما ترخو می ترسیدی، از امنیت می ترسیدی که امنیت نبود. بفهمید دولت پا به جای نبود. اینجا به تا بازار مردم که بود، یکی که کاسبکار بود، یک چارغران کدیش بچیر میگرفت اختطاف میکرد، بزو اشتار میداد، میگفت اگه میذار پول میدی بده نمیدی بچه تو رو میکشم. یا موتر مرتکر همین جگا که اور نگاه میدیش پارک میکرد، از این ور بزو تو فنکشن تا گوش میگرفت، میگم موتر بده به دست کی از منه. خلاص مجبور بودی بدی. خیلی مردم وضعیتشون خراب بودن، دزدی بود، گرگی بود، هر که جلوی که دیگر میگرفت موتر میستون، کس نبود کس بپرسه. دولت هم بود که جواب دادن نمیتونست، کس زورمندای بودن که بله دولت زور میگفتن، ولی مردم خوب نبودن. بس باندون هم د خانانو و نپاریه دروده را بل ازما زوی بغلا کی بعد غبی را تول چې دوغنی روپی را کی راکه کني دي زوی وجنمه مجبوره یا به روپی ورکوله یا به تر زوی تیریدلی. آدم روبایی بود مثلا به خاطر یک موتور به خاطر 7000 روپیه خود مشاهدم که یک نفر کشته شد، یک جوان بیگناه کشته شد. یک کسی که اگر قرض میخواست نمیتونست قرض خور بگیره از کسی، مثلا کسی بالزوری میکرد روی کسی دیگه. قبلا دیگه هر که به خوب بود دیگه، هر کسی که 10-20 روپیه پول دی زوراور بود، هر حکومتی هم دلی بود میکرد، کسی هم نمیپرسید. زورمندی زیاد بود، جنگ جدالا زیاد بود، بچه مردم اختطاف میشد، دزدی میشد، پیسه مردم عجیب زده میشد. فعلا خدا را شکر خوب امنیت داره. اما پس از روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان وضعیت امنیتی در سراسر کشور بهبود یافته است. باشندگان اسلام قلعه میگویند که با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان وضعیت امنیتی این منطقه بهبود یافته و با خیال راحت میتوانند که به تجارت و کارشان بپردازند. بس چورور غاړي بندي نکو بالکل آرامی ده، غلا نسته، زورواکی نسته، خانبازی نسته، هیڅ خبره نسته، قراری ده، خلک ښه ژوند کوي وروره. بس نو پخوا موږ د زورواکۍ څخه په عذاب وو، د خانانو څخه په عذاب وو، د اختطافچي څخه په عذاب وو. اوس وروره نه اختطافچي شته، نه غل شته، نه غدو شته وروره جانه. بس انشالله غریب گرد د مخلوق خوشحاله دی، گرد د خلق خوشحاله دی، هیچ کس وروره نسته. شکر الحمدلله از موقعی که امارت اسلامی اومده انشالله خیلی آرامی زیاد اومده، مردم امنیت برقرار، انشالله کار کسبی هم شکر الحمدلله خوبه دیگه. وقتایی بوده که ما مثلا می آمدیم به بازار اسلام قلعه 100 ما نمیتونستیم از ناامنیتی بود در دیکون خوروا کنیم. بسیار خوب امنیت است، ما خیلی راضی هستیم از این امنیت که فعلا داره. امیدوارم بهترتر هم میشه انشالله. از دولت راضی هستیم، مردم هم کاربار ناجوره، به دیکون خو میتونه بره بیایه، بچه مدرسه میتونه بره بیایه، اختطاف نیه، دوز به دوزی نیه. خدا را شکر فعلا خیلی خوب امنیت است. الحمدلله اگر ما کبر نکنیم از این امنیت بیشتر برقرار نبوده، نمیشه، نیم خواه شد. شکر خدا میایم همین دیگه صبح که میایم در دیکون خود در دیکون ما بسته کرده خود ما در دیکون خوروا میکنیم. نماز دیگر هم از اینجا که خواسته باشیم بریم همین وسایل ما شما میبینیم، دوربین خود میتونیم دور دیم که یعنی تا دیکون نه به بیرون پرتیوه. این در حالی است که بهبود اوضاع امنیتی در این منطقه باعث رشد روند تجارتی و سهولت در رفت آمد شده است. تابلوی نام روزنامه اتفاق اسلام در هرات نصب شد. جاده پهلوی ریاست معارف هرات که به تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی ریاست نمایندگی ارتباط خارجه و مجتمع اداری ولایت ختم می‌گردد، قبلا توسط کمیسیون نامگذاری جاده‌ها به نام روزنامه اتفاق اسلام نامگذاری شده بود. تابلوی آن امروز نصب شد. مولانا نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ میگوید که نصب تابلوی نام روزنامه اتفاق اسلام به جاده مذکور به معنای ارزش‌دهی و حفظ داشته‌های فرهنگی میباشد. آقای حقانی از اداره شاروالی به خاطر همکاری در بخش نامگذاری کلیدی ترین جاده‌ها با ریاست اطلاعات فرهنگ ابراز قدردانی نمود و بیان داشت که فرزندان نسل آینده با جاده‌های فرهنگیشان و روزنامه تاریخی و ماندگار اتفاق اسلام آشنا خواهند شد. جاده روزنامه اتفاق اسلام از دروازه معارف شروع تا جاده ابن سینا امتداد دارد. گفتنی است که روزنامه اتفاق اسلام یکی از روزنامه‌های مهم و ارزشمند برای هرات باستان است که بیش از 103 سال
سابقه فعالیت دارد و به خاطر ارجگذاری به این ارزش فرهنگی جاده مذکور توسط کمیسیون نامگذاری جاده ها در هرات قبلا به نام روزنامه اتفاق اسلام نام نهاده شده بود. از جریان کار سرک جدید ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس با هزینه 19 میلیون افغانی نظارت به عمل آمد. این سرک به طول 15.18 کیلومتر و به عرض 5 متر همراه با آبروهای آن از سرک حلقوی قیصر لامان شروع گردیده به ولسوالی بالامرغاب وصل می شود که در مسیر خود قریجات اورنگ، محمد یوسف، جویکا، ترجان، بهاءالدین، سید محمد منگان و چند قریه دیگر را الی ولسوالی بالامرغاب در امتداد آن قرار می‌دهد. قابل ذکر است که هزینه آن 19 میلیون افغانی میباشد که از بودجه انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات تمویل گردیده است. در جریان نظارت ماشینری در ساحه موجود بوده و از هموارکاری و کندنکاری نظارت صورت گرفته است و همچنان مدیر عمومی انجینری سرک به انجینران تاکید نمود به دلیل نزدیک شدن فصل زمستان به کار سرک باید سرعت بخشیده شود. آمر جدید حفظ و آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات معرفی و به کار آغاز نمود. مولوی نقیب الله به حیث آمر جدید حفظ و آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات توسط آمر فرهنگ و هنر و شماره از کارمندان معرفی و به کارش آغاز نمود. مولوی قیاسی از تلاش‌های زلمه صفا آمر اسبق حفظ و آبدات تاریخی قدردانی نمود. مولوی قیاسی اطاعت از رهبری امارت اسلامی را وظیفه همگانی دانست و بیان داشت که در عرصه خدمت به ملت باید کار شود. مولوی نقیب الله آمر جدید آبدات تاریخی بیان داشت که به همکاری کارمندان به صورت جدی روی حفظ و حراست از آبدات تاریخی کار خواهد کرد. مقدار مواد مخدر توسط نیروهای امنیتی هرات کشف و حریق گردید. پرسنل قماندانی‌های امنیه ولسوالی‌های فرسی و اوبه ولایت هرات مقدار 1600 کیلوگرم یگمه یا یگمان که برای تولید و ساخت‌وساز مواد مخدر استفاده می‌شود را طی چندین عملیات از مربوطات این ولسوالی‌ها کشف و حریق نمودند. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت. توجه نمایید به وضعیت هوای شهر و چند ولسوالی ولایت هرات. بینندگان عزیز، سلام بر شما. شب بر همگی شما بخیر. توجه فرمایید به وضعیت هوای شهر هرات و چند ولسوالی آن. پنجشنبه شهر هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایینترین 10 درجه سانتیگراد. غوریان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایینترین 13 درجه سانتیگراد. کرخ ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایینترین 9 درجه سانتیگراد و همچنین پشتون زرغان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایینترین 12 درجه سانتیگراد. و در پایان مرور مجدد داریم بر سرخط خبرها. افتتاح ساختمان یک مرکز صحی در قریه جلوارچه ولسوالی انجیل توسط معین وزارت صحت عامه. افتتاح پروژه سرک فرقه الی پل کاریزک به ارزش 32 میلیون افغانی از سوی اداره شاروالی هرات. و برگزاری جلسه کمیسیون ولایتی پولیو در مقر ولایت. بینندگان عزیز، از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری این ساعت سپاسگزارم. وقت بر همه‌تان خوش. خدا نگهدار.